راشل که کارمند یک کلاب شبونه بوده، وقتی داشته فیلم‌های دوربین مداربسته رو چک می‌کرده، یه چیزی می‌بینه. تو اون ساعت کلاب بسته بوده، اما انگار یه نفر هنوز می‌خواسته اونجا وقت بگذرونه. یه نفری که آدم نبوده. واضحاً اون چیزی که توی دوربین ضبط شده یه روح بوده. اما روح یه بچه توی یه کلاب شبونه چیکار می‌کرده؟ That's crazy. Oh my god. What is it? It actually looks like it's walking, doesn't it? توی ویدیو یه روح نیمه شفاف دیده میشه که شبیه به روح یه بچه میمونه و انگار داره توی سالن بازی میکنه. راشل گفته وقتی همچین چیزی دیدم وحشت کردم، چون فکر کردم به این که همه این مدت توی یه کلاب تسخیر شده کار میکردم وحشتناکه. اون روح خیلی کوچولو و محوه و دور میزا میچرخه و بعد میاد توی زمین رقص. معلوم نشد که این روح کوچولو ممکنه روح کی بوده باشه. توی این ویدیو هیچ روحی وجود نداره. این ویدیو مربوط به تعقیب و گریز پلیس و یه سارق خطرناکه. سارقی که مشخص میشه یه جوان 19 ساله سابقه داره و قبلا هم جون مردمو به خطر انداخته. این تعقیب و گریز تهش به خشونت ختم میشه و سارقی که مسلح بوده زخمی میشه. خوشبختانه به مردم عادی صدمه‌ای وارد نشده. برایان مندوزای 19 ساله یه BMW نقره‌ای رنگ دزدیده و وقتی پلیسا شناساییش میکنن و ازش میخوان که از ماشین پیاده بشه فرار میکنه. همونطور که گفتم برایان سابقه داره و قبلا هم کامیون و چند تا ماشین دیگه دزدیده بوده. پلیسا به تعقیب کردن برایان ادامه میدن و این تعقیب و گریز جلوی خونه برایان تموم میشه. Positive contact with the stick. Positive contact with the stick. They're getting on a motorcycle. وقتی برایان به خونش میرسه سریع از ماشین پیاده میشه و تلاش میکنه که با موتور فرار کنه. همینجاست که پلیسا مجبور میشن به خشونت متوسل بشن و برایان زخمی میشه. البته در نهایت برایان آسیب جدی نمیبینه و زنده میمونه. این ویدیو از عجیب‌ترین ویدیوهایی هست که می‌بینی. مردم یه منطقه آمریکا از آسمون یه صدای بلند و عجیب و غریب میشنون. انگار که یه نفر توی آسمونه و داره شیپور میزنه. کسایی که این صدا رو شنیده بودن ویدیو گرفتن و فوراً توی اینترنت آپلودش کردن. نظریه‌های مختلفی در مورد این ویدیوها وجود داره. بعضیا گفتن ممکنه این صدا به خاطر فعالیت‌های ژئومغناطیسی باشه یا صدای رعد و برق‌هایی باشه که توی فاصله خیلی دور اتفاق افتادن. بعضیا هم گفتن شاید چند کیلومتر اونورتر دارن چیزی رو آزمایش میکنن یا شاید هم ساخت و ساز میکنن. اما اونایی که مذهبی و علل خصوص مذهبی یا خرافاتی هستن گفتن این صدای شیپور فرشته‌های وحیه. این ویدیو مربوط به یه دختر بچه است که مثل همه بچه‌های دیگه داره با اسباب بازیاش بازی میکنه. عروسکش رو روی صندلی کنار خودش گذاشته و داره در مورد اسباب بازیایی که داره حرف میزنه. اما یهو یه اتفاق ترسناک میفته. دست عروسکی که کنارشه تکون میخوره. دفعه اولی که این اتفاق میفته اون دختر بچه فکر میکنه که اشتباه دیده. اما دفعه دومی که عروسک دستشو تکون میده اونقدر واضحه که دختر بچه میترسه و از اتاق بیرون میره. خیلی گفته بودن مطمئنن اون عروسک توسط یه چیز شوم تسخیر شده.
و خیلی‌ها دیگه هم گفته بودن شاید اون عروسک از اون مدل عروسکاییه که دست و پاشون تکون میخوره. یا شاید هم وقتی اون دختر بچه حواسش نبوده دستش به اون عروسک خورده. اما فاصله اون دختر بچه و عروسک اونقدر نزدیک نیست که اشتباهی دستش بهش بخوره و اون عروسک هم این شکلی دستش رو تکون بده.